سلام، من سوپروایزر آموزش به بیمار در بیمارستانمون هستم. 2 هفته پیش اعتبار بخشی بیمارستانمون بالاخره تموم شد، ولی نتیجه‌ای که انتظار داشتم رو نگرفتم. چند روز پیش داشتم به این فکر می‌کردم که چطور میتونم نمره سنجه‌های آموزش به بیمار رو کامل بگیرم. به این فکر کردم با استفاده از فیلم‌های آموزش به بیمار میتونم این کار رو انجام بدم. اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که برم به تعداد اتاق‌های بیماران فلش خریداری کنم و داخل فلش‌ها فیلم‌ها رو برای پخش بارگذاری کنم و در هر اتاق با استفاده از تلویزیون فیلم‌ها رو برای بیماران پخش کنم. اما قبلش با چند تا از همکارا در بیمارستان‌های دیگه تماس گرفتم و فهمیدم اونها هم قبلا این کار رو انجام دادن، اما بیشتر فلش‌ها گم شده یا اصلا بیماران نحوه پلی کردن فلش‌ها رو بلد نبودن و همینطور هزینه خیلی بالایی برای بیمارستان داشته و اثر بخش مطلوبی هم نداشته. توی چند تا از تماس‌ها با همکارا متوجه شدم که از طریق یه شرکت تونستن دستگاهی رو راه اندازی کنن که با حداقل هزینه و امکانات میتونه یک یا چند کانال مجزا روی تلویزیون ها ایجاد بکنه که بشه از طریق اون آموزش های بد به ورود، هینه بستری و زمان ترخیص و کلیه خود مراقبتی ها رو به صورت اثر بخش به همه بیمارا آموزش داد و قابلیت اینو داره که به صورت 24 ساعته مطابق نیاز بیماران فیلم ها داخل اون کانال به نمایش در بیاد و بیماران روی اون کانال میتونن فیلم ها رو ببینن و همینطور اثر بخشی کار آموزش به بیمار خیلی بالاتر بره. پس با اون شرکت تماس گرفتم و فهمیدم به جز این دستگاه یه تیم هنری و متخصص در حوزه بیمارستان هم دارن که میتونن در بیمارستان مستقر بشن و بر اساس فیلمنامه‌های مرتبط با سنجه‌ها و نیازهای آموزشی بیماران فیلم‌ها رو در فضای بیمارستان خودمون و با اجرای پرسنل بخش‌ها ضبط و آماده سازی کنن. اینم یه راهکار خوب که گفتم باهاتون به اشتراک بگذارم.